شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، بارك الله فيكم و حیاکم الله. الله رب العزة والجلال را حمد و شکر و ستایش میکنیم که به ما بندگانش بار دیگر فرصت داد که با شما صحبت داشته باشیم و ان شاء الله ما امروز به حلقه 90 شروع میکنیم که باز در مهمترین مسائل ماه مبارک رمضان است. البته در این موضوعمان ما شکننده ها و مفترات روزه را به شما بیان خواهیم کرد. این حلقه به شما بیان میکند که شکننده های روزه چند تاست و چی هاست، چرا که هر یک چیز شکننده دارد. انسان وقتی که از این شکننده ها بخبر است، شاید که این عمل، یعنی این شکننده روح بدهد، انجام یابد، اما انسان که بخبر است نمیفهمد و ناآگاه میماند. پس الله رب العزة والجلال در سوره بقره آیت 187 میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الله رب العزة والجلال میگوید: و کلوا و شربوا، بخورید و بنوشید تا همان زمانی که رشته سفیدی از رشته سیاهی در زمان فجر یعنی بامداد به شما معلوم می شود و بعد از اینکه رشته سفیدی و سیاهی را شما از همدیگر فرق کرده توانستید، این روزه اتون را تا بیگاه تا شب نگه دارید. در این آیت الله رب العزة والجلال اصلی شکننده روزه را بیان کرده است که این خوردن و نوشیدن است و وقتش را نیز الله بیان کرده است. از دمیدن صبح تا فرو رفتن آفتاب تا شب انسان باید روزه دارد. از کجا این سخن را میگیم؟ از این آیت است که الله میگوید:
خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. خیط الابیض رشته سفید از رشته سیاه، اما معنای این کلمه در اینجا رشته به معنای نرشته که من و شما امروز لباس میدوزیم یا که لخته و این رشته هایی که ما داریم، نه به معنای این رشته سفید و سیاهی که در بامداد یا فجر در کنج آسمان طرف شرق دیده می شود. برای همین است که ما میگوییم قرآن را به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فهمیدنش ناممکن است. هر کسی که میخواد که قرآن را تحت اللفظی با ترجمه تحت اللفظی بفهمد غلط میکند، چرا که در اینجا اگر ترجمه تحت اللفظی بکنید، هر یک کلمه را معنایش را بدید، غلط میشود. یکی از صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، خیلی که روایت صحیح آمده است، بعد از اینکه این آیت نازل می شود به خانه اشان می روند، به زیر سرشان یک لخته سیاه و یک لخته سفید را می گیرند و خوب می روند. می خیزند و می بینند که آیا سیاه و سفید را فرق کرده می شود؟ فرق کرده نمی شود. فرق کرده نمی شود تا اینکه صبح می شود، آفتاب می براید و روزی دیگر به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می آیند و می گویند که ای رسول الله، شما گفتید که الله میگوید بخورید و بنوشید تا همان وقتی که رشته سفید را از رشته سیاه در فجر جدا کرده توانید. من این شب همین عمل را انجام دادم، رشته سفید را از رشته سیاه جدا کرده نتوانستم تا همان وقتی که آفتاب برآمد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن مقصد آیت قرآنی نیست، بل این رشته که شما فکر میکنید نیست یا لخته نیست، بلکه مقصد قرآن عظیم و شان این رشته سفیدی و سیاهی از کنج شرق آسمان است که وقتی که صبح میدمد از طرف آفتاب برآمده یک رخت سفیدی آهسته بیرون می شود و باقی مانده رخت های سیاه می ماند، شب سیاه. یعنی از یک طرف روز می خواهد که برآید و شب می خواهد که پنهان شود. در اینجا دو رخت رو می بینید، رخت سفید و رخت سیاه، رشته سفید و رشته سیاه، که در همین حالت که صبح را دیدید شما دهان را می بندید، خوردن و نوشیدن را بس می کنید و به روزه‌داری نیت می کنید و بعد از اینکه از همون وقت به روزه‌داری نیت کردید تا شب، تا فرو رفتن آفتاب به دهان خود نه طعام می برید و نه شراب می برید. بعضی از شبهه‌داران به مردم مسلمان شاید شبهه اندازند که بگویند در کجای قرآن الله خوردن و نوشیدن را در ماه مبارک رمضان حرام کرد؟ در همین آیت خوردن و نوشیدن را از فجر تا شب الله حرام کرد. معنای صیام این امساک است، یعنی نخوردن و ننوشیدن. امساک النفس عن الطعام و شراب، نفس را از خوردن و نوشیدن بازداشتن است. پس الله میگوید وقتی که شما به فجر آمدید، در صبح سفیدی و سیاهی آسمان را دیدید و در این حالت شما در ماه مبارک رمضان آسمان را دیدید، خوردن و نوشیدن را بس کنید، تمام بکنید تا همون وقتی که شب می شود. وقتی که شب شد شما خوردن نوشیدن را شروع بکنید و شما می توانید که به زنهای خود در شبانگاهش نزدیک شوید. فالآن باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لكم. یعنی انسان‌های روزه‌دار می توانند که بعد از اینکه دهان خود را کشودند در شب‌های ماه مبارک رمضان به زن خود علاقه جنسی بکنند، خوب خز بکنند، اما در روزش این خیلی که گفتیم حرام است. پس علما میگویند که این یکی از اصل شکننده های روزه بود که الله رب العزت و الجلال در قرآن عظیم شان در سوره بقره آیت 187 بیان کرد و باقی مانده از شکننده های و مفترات روزداران را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سنتشان کاملا بیان کرده اند. پس علما میگویند شکننده های روزه 7 تا است. 7 چیز روزه انسان را می شکند. اولین شکننده روزه این جماع کردن است. الجماع و هو علاج الذکر فی الفرج. جماع چیست؟ داخل کردن اسباب مرد به فرج زن. وقتی که به همدیگرش میرسد و به همدیگرش داخل می شود،
در اینجا جما به وقوع پیوست، گرچنده که آب مردی یا زنی بیرون نشود فرقی ندارد. اگر مرد به خانواده اش کمی داخل شود دانید که روزه اش شکست و این از بزرگترین گناه در روز ماه مبارک رمضان است. پس هر وقتا که انسان روزه‌دار با زن خود هم خوابگی کرد بطل صومه، روزه اش باطل می شود. فرقی ندارد که این روزه‌دار روزه اش فرض است، روزه ماه مبارک رمضان است یا نفل است، برای آنکه جما کردن در هر دو حالت روزه انسان را می شکند. اما اگر در ماه مبارک رمضان باشد حتما روزه را قضا داشتنش واجب است و بعد از این که قضا می دارد به این کفاره مغلظه واجب است. کفاره مغلظه می دهد به یک روزی که قضا کرد. یعنی اگر در یک روز ماه مبارک رمضان یک مرد به زن خود خانوادگی کرد یک روز قضا داشتنش واجب است و بعد از این کفاره مغلظه نیز به اون واجب است. کفاره مغلظ سه نمود است. اولا اینکه انسان باید یک غلام را آزاد کند. امروز که غلام وجود ندارد، غلام داری نیست، پس این مسئله از ما میگذرد. اگر غلام نیابد فإن لم یجد فصیام شهرین متتابعین لا یفطر بینهما الا لعذر شرعی. 2 ماه روزه می‌دارد، 60 روز روزه می‌دارد. این روزه داریش پی در پی است. مثلا 5 روز داشته 4 روز دم گرفتن نیست، 60 روز 1 2 60، یعنی پی در پی این 60 روز را می‌دارد و در بین این 60 روز روزه را نمی‌خورد مگرم به عذر شرعی. اگر روزی عید آید، اگر روزی یگون ایام تشریق آید، در این روزا می‌خورد، اما این بنده خودش برای دم گرفتن روزه نمی‌خورد. این از جانب الله رب العزت و الجلال کفاره مغلظه. یا که اگر مریض شود یا که مسافر شود در بینش می‌خورد، اما در غیر این حالت نمی‌خورد. پس علما میگن اگر روزه را پی در پی ندارد و در بینش خورد، به این مرد ضرور هست که از سر نو این 60 روز را با شروع بکند. سبحان الله. پس اگر روزه‌داری نتوانست چی؟ مرد به خانواده خود نزدیک شد، غلام آزاد کردن هم ناممکن است، روزه‌داری هم ناممکن است، چرا که این مرد یا مسافر است یا که این مرد کسلی سخت است که امیدی درست شدن ندارد. در این حالت علما میگن که به 60 مسکین، به 60 فقیر، به 60 انسانی که به طعامشان نیاز هست، به طعام خوردن نیاز دارند، به اون انسان طعام میدهد. طعامش چخیل است؟ نصف کیلو و 10 غرامات، یعنی تقریبا 510 گرم، 500 تا 550 گرم طعام میدهد. خواهد گرونج یا که یک چیزی دیگر رو نیم کیلو مثلا 30 کیلو به یک روزش 35 کیلو حساب میکند و میدهد، یعنی به 60 روز 35 کیلو حساب میکند میدهد. یا که این طعام را میپزد و 60 مسکین را یک بار دعوت میکند و به 60 مسکین میدهد، یا هر روز یک مسکین را طعام میدهد. هر سه این حالت هم جایز است. که البته به این گفته امون دلیل وجود دارد از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که بخاری و مسلم روایت کردند. حدیثی که ما الان روایت میکنیم متفق علیه است و اینچنین در ترمذی، ابو داود، ابن ماجه و در مسند احمد و موطا امام مالک و عموما این حدیث 100% صحیح روایت شده است که ان رجلا وقع بامرأته فی رمضان، یک مرد در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روزه‌داری روزی ماه مبارک رمضان به زنش واقع می شود، به زنش علاقه می کند و بعد از این عمل به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای پرسیدن این عمل میاد که این عملی که من کردم غلط است، خطا است، درست است، چی است رسول الله؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که هل تجد رقبه، ای مردی که به زنت هم خوابگی کردی آیا یگان غلامی را آزاد کرده میتوانی؟ میگوید که قال لا، نه من غلامی را آزاد کرده نمیتوانم، غلامی ندارم.
قال هل تستطيع صيام شهرين؟ پیامبر گفتند که هل تستطيع انت صيام، ای مرد آیا تو میتوانی که 2 ماه یعنی 60 روز یا که المهم 58 روز یا 60 روز روزه داری؟ در اینجا چرا که علما میگن 60 یوم یعنی 60 روز، مهم 60 روز روزه داری متتابعین، یعنی پای در پای، چخلی که در حدیث دیگر روایت شده است. این مرد میگه که لا ای رسول الله، من قوه 60 روز پای در پای روزه داشتن رو ندارم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن فاطعم 60 مسکینه، ای مرد 60 مسکین رو طعام بده. و این مرد میگه که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، من به طعام دادن قدرت ندارم، طعام ندارم که من طعام بدهم. در همین حالت بود که یکی از صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به رسول اکرم یک سبد خرمای می آورد که رسول الله این سبد خرما رو به این مرد می دهد و میگوید این خرما رو، یعنی این خرمای خشک رو، تمر رو به فقیران تقسیم بکن تا که از گناهت الله بگذرد، کفاره شود. این مرد میگوید که ای رسول الله، در مدینه از همه مسکینتر من و اهل خانواده من هستم. سبحان الله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تبسم میکنند و میگویند به اهلت طعام بده، یعنی برو و به اهلت طعام بده. عموما این حدیث دلالت میکند که کسی که به زن خود خانوادگی کرد حتما یک روز قضا میدارد و 60 روز دیگر کفاره میدهد. اگر 60 روز روزه داشته نتواند به 60 مسکین و به 60 فقیر طعام میدهد. این اولین شکننده اسلام بود. و دومین اولین شکننده ماه مبارک رمضان بود. دومین شکننده روزه این انزال المنی به اختیاره، یعنی نازل شدن منی، بیرون شدن آب مردی، یا که آبی که منی هست و به شهوت و با دفق و با شدت میبرد، یا از مرد فرق ندارد، یا از مرد یا از زن، به اختیار مرد یا به اختیار زن فرق ندارد. نازل شدن منی به اختیار انسان. و انسان بوسه میکند منی نازل میشد، لمس میکند، یا که با دستش حرکت میکند که آب شهوتش رو بیرون بکند، در این حالت روزه اش میشکند. و دانید که این عملی هست که روزه انسان را میشکند و این عمل یک عملی است که عملی شهوتناک است و وقتی که انسان با دست خود یا به اختیار خود آب شهوت خود را بیرون میکند، این دلالت میکند که روزه شکست. چرا که حدیثی صحیح آمده است که یدع رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگویند یدع طعامه و شرابه و شهوته من اجلی. حدیث قدسی است که الله میگوید انسان روزدار طعامش را، خوردن را و شراب نوشیدن را و شهوتش را به خاطر من ترک میکند. این دلالت میکند که شهوت باید ترک کرده شد. این حدیثی است که صحیح است. امام بخاری در کتاب سه و ابن ماجه در کتاب سیوم و اینچنین معناش در متفق علیه است. حدیث صحیح است. اما بوسه کردن و زن خود را دست زدن به نازل شدن آب منی باشد، این روزه انسان را نمیشکند. یعنی انسان روزدار حق دارد که زن خود را بوسه کند، حق دارد که زن خود را دست زند، در حالتی که انزال منی نشود. اما انزال منی شود روزش میشکند. انزال منی نشود جایز است. خیلی که حدیث عایشه مادرمان رضی الله عنها دلالت میکند ان النبی صلی الله علیه و سلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لإربه. حدیثی صحیح است که عایشه رضی الله عنها میگند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بوسه میکردند مرا در حالتی که من و خودشان روزه دار بودند. بوسه میکردند در حالتی که رسول الله روزه دار بودند و این چنین
یباشر یعنی به من نزدیکی میکردند و مرا به آغوش میگرفتند در حالتی که روزدار بودند. اما دانید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از همه شما دیده نفس خود را نگاه می داشتند. یعنی رسول الله نفس خود را در زیر تصرف خود نگاه می داشتند که این حدیث در بخاری و مسلم روایت شده است و اینچنین در سنن در ترمذی، ابو داود، ابن ماجه و در مسند احمد و موطا مالک ذکر شده است. حدیث 100% متفق علیه است که این دلالت میکند که بوسه کردن در ماه مبارک رمضان یا به آغوش گرفتن زن این جایز است در حالتی که انزال منی نشود. و عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم فقال النبي سل هذه يعني أم سلمة فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك. عمر بن ابي سلمة رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را میپرسند که ای رسول الله آیا انسان روزدار میتواند که زنش را بوسه بکند؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ام سلمه را نشان دادند و گفتند که ای عمر ابن ابي سلمة عمرو بن ابي سلمة از ام سلمه پرسان شو. وقتی که از ام سلمه میپرسن میگن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حالت روزداریشون بوسه میکردند، زنهایشون را بوسه میکردند. فقال یا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. پس این صحابه بعد از اینکه شنید که رسول الله بوسه میکردند گفت ای رسول الله، الله تو را گناه پیشت را و آینده را تمام عملت را بخشیده است، یعنی گناهات را بخشیده است، تو بیگناه هستی. که این عقیده اهل سنت و الجماعت است که یگانه کسی که بیگناه بود معصوم بود این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و غیر از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ کسی بیگناه معصوم وجود ندارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند اما والله انی لاتقاکم لله و اخشاکم له، اما قسم به خدا که قسم به الله که البته من از همه با تقواترین شما در نزد الله هستم و از الله از همه شما دیده زیادتر میترسم و با وجود همین این عمل رو انجام میدهم. و البته این روایت دومی که از عمر بن ابي سلمة کردیم در کتاب امام بخاری در کتاب حیض و امام مسلم در کتاب صیام و در مسند احمد روایت شده است یا که در مسلم هم روایت شده است. یعنی عموما این حدیث هم متفق علیه و صحیح است. اما در اینجا یک مسئله دیگر هست که انسان انزال منی شود، یعنی زن یا مرد آب منیش بیرون شود در حالتی که به سبب خواب دیدن باشد، خواب بیند و به سبب خواب دیدن آب شهوت بیرون شود، یا که به سبب فکر کردن مجرد فکر کردن بیرون شود، در این حالت روزه اش نمیشکند. یعنی وقتی که با بوسه کردن و لمس کردن و با جیما کردن آب منی بیرون نشد، تنها به خاطر فکر کردن یا که در خوابش اگر کسی احتلام شود روزه اش نمیشکند، افطار یعنی فطر به وی واجب نمیشود. چلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن ان الله تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم. الله رب العزة والجلال به امت من گذشت کرد در حالتی که امت من به درونش فکر میکند حدثت به انفسها، اما این فکر کردهش را ارزوش را عملا اجرا نمیکند یا که سخن نمیکند. الله البته میگذارد که این حدیث هم حدیثی صحیح است که امام بخاری رحمت الله علیه و مسلم در کتاب امام و اینچنین در سنن نسائی، ترمذی، ابو داود، ابن ماجه و در مسند احمد ذکر شده است. حدیث 100% صحیح است و متفق علیه است و این دومین شکننده اسلام بود و دومین شکننده ماه مبارک رمضان، یعنی دومین شکننده روزه بود. و سومین شکننده روزه این الاکل و شرب، خوردن و نوشیدن. خوردن و نوشیدن به معنای رسانیدن طعام به شکم یا رسانیدن شراب به شکم به واسطه فرق ندارد کجا نباشد. طعام را اگر به شکم انسان رساند از راه دهان از راه بینی فرق ندارد که این طعام چگونه طعام است یا چگونه مشروب است، روزهش میشکند که دلیل قول الله رب العزة والجلال است که میگوید و کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل، که معناش رو ما به شما گفتیم که از دمیدن صبح صادق، یعنی از آن وقتی که صبح صادق میدمد
تا فرو رفتن آفتاب به انسان جایز نیست که خورد و نوشد و این فرض است. و حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میگویند که و بالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما، یعنی وقتی که انسان طهارت میگیرد میگن به بینیت زیاد آب گیر، مبالغه کن، استنشاق رو مبالغه کن غیر از اون حالتی که روزدار باشه، یعنی در حالت روزدار به بینیت سخت آب نکش و احتیاط شو. این هم دلالت میکند که احتیاط شدن خوب است. پس این سومین شکننده روزداری بود. و چهارمین شکننده روزه ما کان بمعنى اکل و شرب، یعنی تمام چیزهایی که به معنای خوردن و نوشیدن باشد. تمام چیزهایی که به معنای خوردن نوشیدن باشد، فرق ندارد که اون طعام است یا شراب است، فرق ندارد، یا که به مانند اینها چیزی دیگر باشد. بعضی از علما گفتند که حقن الدم فی الصائم، یعنی به انسان روزدار خون سپاریدن، خون دادن. اما در قول راجح اگر انسان روزدار به بدنش خون گذرانید، خون دهید، هم روزه اش نمیشکند، که این اختیاری آخر شیخ ابن عثیمین رحمت الله علیه می باشد. یا که به مانند سوزن هایی که ویتامین باشد، مغذی باشد، طعام باشد، یعنی بعضی اکل هایی که وظیفه طعام را اجرا میکند، ویتامین هست و شما را از خوردن و نوشیدن بی نیاز میکند، در این حالت روزه انسان میشکند. اما اکل هایی که ویتامین نباشد، پنسیلین باشد، یا اکل هایی که سبب پست کردن تب شما، یعنی تمپراتور شما، یا که سبب پست کردن درد شما مسکنه باشد، یا که هوا کشیدگی برای هوا کشیده دارو بگیرید و ابره باشد، فرق ندارد که برگ باشد یا غیر رگ، روزه انسان را نمیشکند. چرا که این پنسیلین یا که فراوردن داولین یا که پست کردن درجه قند این طعام نیست، بلکه این یک دوای هست که درجه شما را، یعنی درجه قند شما یا که درجه خون شما یا که درجه داولین شما را در حالت عادی نگه می‌دارد، که این روزه انسان را نمیشکند. و در شکننده پنجمی ماه مبارک رمضان، در شکننده پنجم روزه، علما یا که شیخ ابن عثیمین رحمت الله علیه در کتاب مجالس شهر رمضان اخراج الدم بالحجامه را ذکر کردن که اما این قول مرجوح است، یعنی خارج شدن خون با حجامه کردن، یعنی کسی که حجامه میکند و خون را بیرون از بدنش میکند روزه اش میشکند گویا، که اما این سخن غلط است، گرچنده که حدیث هم وجود دارد افطر الحاجم والمحجوم. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند که انسان حجامه کننده و انسانی که حجامه کرده ایستاده است و حجامه که حجامه شده ایستاده است، هر دو انسان هم حجامه کننده و هم حجامه کرده شده روزه را میشکنند. میگن که این البته روایتش صحیح است، ترمذی در کتاب سنن و احمد در مسند ذکر میکنند. و اما دوید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودشان در حالت روزه‌داری حجامه کردند. احتجم النبی صلی الله علیه و سلم و هو صائم المحرم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حجامه گرفتند در حالتی که روزه‌دار بودند و در حالتی که محرم بودند. محرم یعنی احرام در تنشون بود. پس این دلالت میکند که حجامه روزه انسان را نمیشکند. اما این حدیث را ما چگونه جواب میدیم؟ ما میگویم این حدیث دلالت به کراهیت میکند. قول راجح این است که انسان اگر قوه نداشته باشد، انسان اگر ضعیف باشد، در ماه مبارک رمضان ضعیفیش دوچند زیاد می شود و برای همین انسان حجامه اگر گیرد روزه اش نمیشکند، اما مکروه است، چرا که بی‌قوتیش زیاد می شود و شاید که سبب شکستن روزه اش باشد. اما اگر انسان با قوت باشد، قوی باشد، در این حالت چخیلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حالت روزه‌داری احرام بندی حجامه کردند، حجامه کند هیچ باکی ندارد، چرا که این حدیث محمول علی الکراهیه، این قول جمهور علما است. و بارک الله فیکم. و ششمین شکننده روزه این تقیع عمدن هست، یعنی قی کردن عمدن می باشد، یعنی انسان قصدن و عمدن با انگشت های خود دهان خود را مجبور کند که از درونش قی بکند، انگشت های خود را به دهان می اندازد و خود را مجبور می کند که قی کند، قسمش کند. و در این حالت اگر مجبورن عمدن قصدن باشد
روزش میشکند، اما اگر قصدن نباشد، مجبورا نباشد، روزش نمیشکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند من ضرعه القیء فلیس علیه القضاء و من استقاء عمدا فلیقضی. هر کسی که بر وی قی کردن، قسمش کردن غلبه میکند و بدون اختیارش و بدون قصد این قی بیرون می شود، در این حالت روزه اش نمیشکند. اما کسی که قصدن و خود را مجبور می کند و قی می کند، در این حالت داند که روزه اش شکسته است. که این حدیث در کتاب های معتبر، در کتاب سنن ترمذی، در کتاب صوم، در سنن ابو داود، ابن ماجه و در مسند احمد و دارمی ذکر شده است که حدیث صحیح است. حدیث صحیح است. و هفتمین شکننده روزه این خروج دم الحیض و النفاس، خارج شدن یا بیرون شدن خون حیض و نفاس، که این خاص زنها است. از قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گرفته شدند که در حق زنها میگفتند الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم؟ آیا زنها همون کسانی هستند که هر وقتا که حیض میبینند نه نماز میخوانند و نه روزه میدارند؟ که این روایت رو امام بخاری در کتاب حیض ذکر میکند و این دلالت میکند که انسان، زنی که حیض میبیند، زنی که نفاس هست، یعنی نفاس بعد از تولد کردن نفاس میبیند، خون اگر بیرون شده استد، در این حالت روزه داشتن بر این زن واجب نیست. و اگر زن نیت روزه را کرد ساعت 10 یا که عبید یا که وقت عصر حیض دید یا که نفاس دید، تولد کرد، در این حالت روزه اش میشکند، روزه اش روزه نمی شود و به اون واجب است که طعام خورد یا که روزه رو مقصد کشاید. چرا که در حالت حیض بودن یا نفاس بودن روزه انسان، روزه زن روزه نمی شود، صومش صومی صحیح نمی شود، ولا یصح، صحیح نیست. اما آیا قضا می دارد یا نمی دارد؟ ما این مسئله رو در حلقه گذشته گفتیم. البته روزه رو قضا می دارد به هر یک روزش یک روز، انسان حیض دار و نفاس دار، اما نماز رو قضا نمی دارد. خیلی که حدیث عایشه رضی الله عنها مادرمان رو در این مسئله ما به شما ذکر کردیم. پس برادران و خواهران عزیز، الله بارک فیکم، با همین ما حلقه 90 را به پایان میرسانیم و مفطرات و شکننده های روزه را هفته به شما کاملا هفتهش را بیان کردیم که این کاملا شکننده روزه ها بود. اللهم وفقنا الاغتنام الاوقات واشغلنا بالاعمال الصالحات. اللهم جد علينا بالفضل والإحسان وعاملنا بالعوف والغفران. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم ارزقنا الشفاعة نبينا وأوردنا حوضه واسقنا منه شربة لا ظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.